همین الان به این سوالم جواب بده. اگه مطمئن باشی که امروز داروهاتو استفاده کردی، چند درصد احتمال داره که اشتباه کرده باشی؟ یعنی فکر کنی که داروهاتو استفاده کردی. 10%، 5%، 0%. احتمالا بیشتر اون میگیم 0%. چرا؟ چون به مغزمون اطمینان کامل داریم و دقیقا همین اعتماده که ترسناکه. داستان امروز داستان زنیه که توی ارتش آمریکا دوره دیده، توی جنگ عراق شرکت کرده، به خاطرش مدال شجاعت گرفته، ولی در نهایت مغزش بزرگترین خیانت ممکنه بهش کرده. داستان امروز روایت واقعی زندگی رایلین بلفوره. سلام دوستای عزیزم، من نوشام و توی کانال مموهایو روایت‌ها و خاطرات واقعی زندگی افراد رو مرور می‌کنم. اگه شما هم به این سبک از داستان علاقه دارید، خوشحال میشم که همراهمون باشید. رایلین بلفور از همون بچگی شخصیت خیلی مستقلی داشت و همین استقلال طلبیشه که باعث میشه وقتی بزرگ بشه به ارتش آمریکا ملحق بشه. توی ارتش هم سرباز خیلی خوبی بوده. بعد از یک مدت هم منتقلش میکنن به پایگاهی توی آلمان. توی آلمان رایلین عشق زندگیش یعنی جرارد رو ملاقات میکنه. اونا خیلی زود عاشق هم میشن، خیلی زود هم با هم ازدواج میکنن و بعدم صاحب 2 فرزند میشن، کریستوفر و برایس. بیاین اینجا یه مقدار راجع به برایس حرف بزنیم. برایس از اون بچه‌هاییه که از بچگی خیلی خندونه، خیلی خوش مشربه، خیلی اجتماعیه. دیدین دیگه بعضی بچه‌ها از همون اولش انقدر خوش اخلاقن که همه بزرگترها دوست دارن اطرافشون باشن، باهاشون بازی کنن، بخندوننشون و حسابی باشون کیف میکنن. برایس دقیقاً یه همچین بچه‌ای بوده. بچه‌ها برایس وقتی 5 ماهش میشه یک سرماخوردگی خیلی شدیدی میگیره و 4 شب متوالی رایلین مجبور بوده که در کنارش باشه، ازش پرستاری کنه، بهش دارو بده و اصلا نمیتونسته خوب بخوابه. شب 5 جرارد قهرمانانه وارد میدان میشه و میگه که اجازه بده امشب من پرستاری میکنم و تو برو با خیال راحت بخواب. اما متاسفانه رایلین حدود ساعت 2 نصف شب با صدای جیغای برایس از خواب بلند میشه و متوجه میشه جرارد بنده خدا نمیتونه این بچه رو پرستاری بکنه اون شب. خودش میره پیش برایس، ازش پرستاری میکنه و تا ساعت 5:30 صبح جرارد، رایلین و برایس هر 3 نفر بیدار بودن. حالا صبح شده، جرارد و رایلین باید برن سر کار و برایس باید بره مهد کودکش. اما جرارد و رایلین به شدت خستن و برایس به شدت مریض. اینجا رایلین یکی از ریسکی ترین تصمیمای زندگیشو میگیره. اون تصمیم میگیره به جای اینکه توی خونه بمونه و با برایس استراحت کنه، بره سر کار. و دقیقاً مغزش باش همون بازی رو میکنه که مغز ما بارها مطمئنم با همون این بازی رو کرده. اینکه اگه الان نری سر کار چی میشه؟ ساعت 6 صبح ما به هیچ کس دسترسی نداریم، قرار ملاقات‌های مهمی داریم، پس بهتره بری سر کارت و الکی بهونه نیاری. خلاصه این که همه حاضر میشن که برایس رو برسونن مهد کودک و جرارد و رایلین هم برن سر کارشون. اما بچه‌ها اون روز 2 چیز عوض شده بود. 2 چیز خیلی مهم. یکی جای صندلی کودک بود. معمولا صندلی کودک برایس پشت صندلی پسنجر یا مسافر قرار میگیره. خب وقتی صندلی اونجا باشه طبیعتا راننده دید خوبی نسبت به بچه داره. اما اون روز رایلین و جرارد جای صندلی رو عوض میکنن و میذارنش پشت صندلی رایلین، یعنی پشت صندلی راننده. و دقت کنید که اینطوری دید راننده چقدر کور میشه. و دومین اتفاق این بوده که جرارد اون هفته ماشین نداشته. به خاطر همین از رایلین تقاضا میکنه که اونو سر راهش برسونه سر کارش. دقت کنید که رایلین توی مسیر کارش فقط یک توقف داشته. اونم وقتی بوده که برایس رو میرسونه به مهد کودکش. اما این سری باید 2 بار توقف میکرده. یه بار جرارد رو میرسونده، یک بار برایس رو میرسونده. زمان میگذره، رایلین جرارد رو میرسونه سر کارش، همه چی خیلی خوب و آروم بوده. گوشیش زنگ میخوره، شروع میکنه تو مسیر صحبت کردن و اینجا بزرگترین خطای زندگیش رو مرتکب میشه. رایلین که عادت داشته همیشه 1 بار توقف بکنه، این بار هم به خیال اینکه برایس رو رسونده مهد کودک و اون 1 بار توقفش به خاطر این بوده، خیلی راحت میره سمت محل کارش، ماشینش رو پارک میکنه و میره سر کار.
تا ساعت 4 بعد از ظهر خیلی آروم کارشو انجام میده و اصلا به فکرش نمیرسه که چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه. ساعت 4 عصر بالاخره گوشی شخصیشو از توی کیفش در میاره و داشته چک میکرده که یهو میبینه پرستار برایس چقدر به من پیام داده. تماس میگیره، میگه که مشکل چیه انقدر به من زنگ زدی؟ و اون پرستار بهش میگه که حال برایس خوبه؟ شما امروز نیومدید، چیزی شده؟ اتفاق خاصی افتاده؟ و اینجاست که رایلین متوجه میشه چه اشتباه وحشتناکی کرد. بچه‌ها، رایلین با حد اکثر سرعت خودشو میرسونه به ماشین و میبینه که برایس توی ماشین جا مونده. خیلی سریع برایس رو میاره کف خیابون، بهش تنفس مصنوعی میده، به پلیس و اورژانس زنگ میزنه، اما متاسفانه هیچ کس کاری از دستش بر نمیاد و اون روز برایس به خاطر کمبود اکسیژن و گرمای زیادی که توی ماشین بوده جونش رو از دست میده. اینکه افکار برایس اون لحظه چی بوده فکر میکنم خیلی وحشتناکه. چیزی که خودش توی خاطراتش و مستندش تعریف میکنه اینه که انقدر ناراحت بوده که میخواسته به اولین پلیسی که میبینه حمله کنه، تفنگش رو بگیره و با یک گلوله خودش رو خلاص بکنه. و بزرگترین ترسی که داشته بچه این لحظه این بوده که وقتی جرارد بیاد و بفهمه اون بچه رو توی ماشین جا گذاشته و الان برایس فوت کرده چه واکنشی نشون میده. خب خیلی هم طبیعیه دیگه، درسته؟ به هر حال مسئولیت برایس اون زمان با رایلین بوده. ولی خوشبختانه جرارد از اون مردهای خیلی ساپورتیو و حامی بوده. وقتی که وارد بیمارستان میشه متوجه میشه چه اتفاقاتی افتاده، نه تنها اتهامی به رایلین وارد نمیکنه بلکه خیلی هم ساپورتیو بوده، کنارش میمونه و در تمام طول مسیری که رایلین برای فراموش کردن این اتفاق یا حداقل بهتره بگیم کنار اومدن با این اتفاق طی میکنه، جرارد هم شانه به شانه در کنارش بوده. اما چیزی که رایلین رو بیشتر از هر چیزی اذیت میکرده این بوده که چرا؟ بچه‌ها، رایلین کسی بوده که یه ارتشی خیلی دوره دیده بوده، مدال شجاعت داشته، کسی نبوده که چیزی رو مثلا جای جا بذاره. چطور میشه که بچه خودش رو جا میذاره؟ چه اتفاقاتی توی مغزش میفته؟ این روزا روانشناسا یه سندرومی رو به ما معرفی کردن به اسم سندروم جا گذاشتن کودک در ماشین و این سندروم دقیقاً مکانیسمش همون مکانیسمیه که باعث میشه شما کلیدتون رو جا بذارین یا فکر کنین داروتون رو خوردین، حاضری قسم بخوری که داروتو خوردی ولی شب میای میبینی داروت روی میزه و تو نخوردیش، اشتباه کردی و همین مکانیسم باعث میشه تو یه روز بچه‌تو توی ماشین جا بذاری. یه پدیده‌ایه که توی اون حافظه آینده نگر مغز ما مختل میشه. میدونین جامعه میتونه به ما بگه که چه چیزی مهمه، چه چیزی مهم نیست، چه چیزی رو حق داری جا بذاری، چه چیزی رو حق نداری جا بذاری. مثلا بهت میگه که تو میتونی کیفتو جا بذاری ولی حق نداری بچه‌تو جای جا بذاری. اما متاسفانه مغز ما اینطوری کار نمیکنه. مغز ما بین چیزایی که جامعه میگه مهمه یا مهم نیست تفاوت قائل نمیشه و وقتی تحت فشار و استرس شدید قرار میگیره هر اشتباهی ممکنه ازش سر بزنه. اما بچه‌ها به نظر من جای ترسناک ماجرا اینجایی نیست که برایس فوت شده یا اینکه رایلین دیگه بزرگ شدن برایس رو نمیبینه. قسمت ترسناکش اینه که رایلین یه آدم عادیه با یه مغز عادی دقیقاً مثل من و تو و یه همچین اشتباهی کرده. اینجا برای من یه سوالی پیش میاد که خوشحال میشم توی کامنت ها بهم جواب بدید. اگه مغز ما تا این حد خطاپذیره که نه از روی بدخواهی فقط به خاطر عادی بودنش میتونه بزرگترین اشتباهات رو رقم بزنه، آدما تا چه حد مسئول این اتفاقات هستن؟ خب این از اولین خاطره تکان دهنده چنل مموهایو. خوشحال میشم که ما رو توی این چنل همراهی بکنید، برامون کامنت بذارید. خصوصا جواب سوالم رو خیلی دوست دارم بدونم که نظر شماها چیه؟ چقدر رایلین رو مقصر میدونید و چقدر بیگناه میدونیدش و اصلا درسته که رایلین رو مقصر بدونیم؟ اون از قصد کاری نکرده ولی نتیجه یه چیز وحشتناک. و آیا شماها با همچین چیزی توی زندگیتون دست و پنجه نرم کردین؟ یعنی نمیخواستین اتفاق بدی بیفته ولی نتیجه یه چیز خیلی بد بوده؟ اگه آره حتما با هم در میونش بذارید. ما یه پیج اینستاگرامی داریم که اونجا میتونین خاطراتتون رو برام بفرستین و امیدوارم خاطره بعدی خاطره شما باشه. فعلا